إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد. إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد. لدى الله حي ولا لم يمت بجانب حور الجنان سعيد. فلا تحسبن الشهيد بميت فما الحر منها كمثل العبيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید است که تمام برادران مجاهد از صحت کامل برخوردار باشند. بلی سامعین محترم، بحث ما درباره فضیلت شهادت و وجه تسمیه شهید، یعنی شهید را چرا شهید میگویند روان بود. حال میاییم داستان و حکایاتی که درباره فضیلت شهادت آمده است مورد بررسی قرار میدهیم. بلی سروران گرامی، صحابی جلیل القدر انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هنگامی که بنده در روز رستاخیز غرض حساب ایستاد می شود، برخی از مردمان با شمشیرهای معلق در گردنشان حاضر می شوند. حال که خون از بدنها روان است، ایشان به سوی درهای بهشت می شتابند. در مورد اونها سؤال می شود ایشان کیند؟ در پاسخ گفته می شود که ایشان شهدا اند، زنده بودند و به اونها روزی داده می شد. ولی روزی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر بالای تنی در خون تپیده مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه استاده بود که در آن روز پرچم اسلام را حمل می کرد و به شهادت رسیده بود، این آیه را تلاوت کرد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. الآیه. در میان مؤمنان مردانی هستند که به پیمانشان به الله جل جلاله صادقانه وفا کردند. برخی از آنان پیمانشان را به انجام رسانیدند، برخی از آنان پیمانشان را به انجام رسانیدند و به شهادت رسیدند و برخی دیگری در انتظار شهادت هستند و در پیمانشان هیچ دیگرگونی و تغییری نیاوردند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای او گواهی می‌دهد که تو از زمره شهدا در روز رستاخیز نزد الله جل جلاله هستی، پس وی را زیارت کرده و سلام بگویید. قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، هر کسی تا روز رستاخیز برای اون سلام بگوید جواب خواهید داد. این حکایت را در کتاب جهاد از ابن مبارک به طریق مرسل روایت شده است. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه می فرماید که روز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من را مشاهده کرده و فرمود: ای جابر، چی باعث شده است که فکر من به نظر می آیی؟ من عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پدر بزرگوارم شهید شده است و عقب خود قرض و عیال گذاشته است
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا خبر نکنم با این امر تو را که الله عزوجل هنگامی که با کسی صحبت کند از پشت پرده صحبت می کند، لکن با پدرت در رویارویی صحبت می کند. فرمود: هر چیزی که از من میخواهی من برات میدهم. پدر تو گفت: ما را دوباره به دنیا بفرست تا در راه تو جهاد کنیم و باز هم کشته شویم. الله جل جلاله فرمود: ولی فیصله شده است که هیچ کس دوباره به سوی دنیا باز نمی گردد. و پدر تو گفت: ای الله عزوجل، پس برای ماندگان من حالات ما را خبر ده. و بر همین حالت الله عزوجل این آیه مبارکه را نازل فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. الآیه. هرگیز کسانی را که در راه الله جل جلاله کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می‌یابند. در اخیر از الله متعال می‌خواهیم که حیات شهدا و زندگی شهدا و موت شهدا را نصیب ما بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لمجد تلید ونصنع من ليبيا صرح فخار بنهر الدماء لدينا المزيد. فيا أهل ليبيا ويا خير أهل إلى جنة الله